سلام، من امیل هستم و این اتفاق وقتی فقط یه بچه بودم برام افتاد. الان 17 سالمه و این جریان سال 2014 اتفاق افتاد. اینو هم بگم که من اهل بوسنیم و در شهری در کشور سوئد زندگی میکنم. موهام قهوه‌ای تیره است و چشمای آبی روشن دارم. خب، حالا برگردیم به داستان. وقتی 7 سالم بود، مامان بزرگم از من و داداش بزرگم مراقبت میکرد چون مامان بابام دائم سر کار بودن. همیشه یا با اسباب بازی‌هامون بازی میکردیم یا میرفتیم پارک و یا فیلم میدیدیم. کل هفته‌ای که مامان بزرگم پیشمون بود، همین کارا رو میکردیم. ما هر روز قبل نهار یه فیلم میدیدیم. یه بار همینجور که توی دیویدیامون میگشتیم، چشممون به یه فیلم افتاد که قبلا فقط یه بار دیده بودیمش. گربه کلاه به سر. فیلمو گذاشتیم و داشتیم لذت میبردیم. انقدری که کل هفته هر روز همین فیلمو میذاشتیم. چون دیگه حوصلمون از فیلمای تکراری قبلی سر رفته بود. من یکی واقعا عاشق فیلم شده بودم، ولی خبر نداشتم که اون شب قرار ترسناکترین شب زندگیم بشه. اون شب خواب دیدم که تو خونمونم. فقط این که خونمون نبود. یک کلاب بود و متعلق بود به گربه کلاه به سر. تو کلاب خیلی بهم خوش میگذشت و میرقصیدم و چیپس میخوردم. یکم بعد تشنم شد و تصمیم گرفتم یه لیوان آب بردارم. وقتی رفتم تو آشپزخونه تا آب بخورم، دیدم گربه کلاه به سر کف آشپزخونه خوابیده. آبو برداشتم و داشتم برمیگشتم تو پارتی که اشتباه بزرگی کردم. پامو گذاشتم رو دم گربه. نگاهم به گربه افتاد و دیدم قیافش تغییر کرده. چشمای ریز و مهربونش تبدیل شد به چشم خشمگین انسان ولی با مردمک گربه و لبخندش تبدیل شد به اخم و دندونای تیزشو به هم نشون داد. قبل از اینکه بتونم کاری کنم، گربه حمله کرد بهم، ولی تونستم جا خالی بدم و فرار کنم تو پذیرایی. همینجور که داشتم میدویدم، پشت سرمو نگاه کردم ببینم هنوز دنبالمه و بود. دویدم تو اتاق مامان بابام، ولی اونجا گیر افتادم. تو خوابم مامان بابام تو اتاقشون یه مش قوطی کنسرو داشتن. منم عقلمو به کار انداختم و یکی از قوطی‌ها رو برداشتم و پرت کردم سمت گربه. خورد تو پیشونیش و پاره شد و خونش ریخت رو زمین. زل زد بهم، با چشمای گرد شدش بهم گفت به زودی میام سراغت. درست بعد شنیدنش بیدار شدم. رو تخت 2 طبقمون بودم. داداشم با آرامش بالای تخت خوابیده بود. بقیه هفته برام تو ترس و استرس گذشت. همش از تو بوته‌های بیرون پنجره صدای خشخش و خرخر گربه میشنیدم. حتی دور برم موجودای سیاه و سفید میدیدم. به جز این ترس و دلهره ها بقیه زندگیم نرمال بود. البته تا اون روزی که حتی با یادآوریشم تنم مرمور میشه. داشتم میرفتم سمت خونه اون یکی مامان بزرگم. وارد لابیشون شدم و آسانسور داشت از طبقه زیرزمین میومد بالا. در آسانسور وسطش یه پنجره داشت و اینجوری میتونستی ببینی که توش خالیه یا نه، یا اگه داخلش گیر میافتادی کمک بخوای. همینجور که آسانسور میرفت بالا، با یه چیز فوق‌العاده وحشتناک چشم تو چشم شدم. داخل آسانسور یه گربه سیاه وایساده بود. این بار بدون اون کلاه راهش. البته یه فرقای دیگه‌ای هم داشت. این بار بلندتر بود، تقریباً حدود 3-4 متر. یه لبخند وحشتناک هم داشت و دهنش گوش تا گوش باز بود. از ترس سر جان فریز شده بودم. وقتی آسانسور رفت بالا، مثل فشنگ از اونجا فرار کردم و برگشتم خونه خودمون. به هر کی این داستانو میگم، یا میگن دروغ میگی یا میگن توهماتی شده بودی، و راستش رو بخواید حقم دارن. بعد از اون ماجرا دیگه گربه کلاه به سر رو تو زندگی واقعی یا تو تلویزیون ندیدم و چند سال پیشم از اون خونه رفتیم. الان که 10 سال گذشته، منم مثل بقیه فکر میکنم که همش توهمات خودم بوده. ولی دیروز یه صدایی تو گوشم شنیدم که میگفت گربه ها همیشه گربه نیستن. این داستان رو نوشتم که بهم کمک کنید و بگید اونی که اون روز دیدم چی بوده؟ امکان نداره که گربه کلاه به سر بوده باشه. پس چی بوده؟ هیولا؟ جن؟ یا یه چیز خیلی خیلی بدتر؟